نسیم شمال، سؤال و جواب و تکفیر. کبل باقر، بلی آقا، چه خبر؟ هیچ آقا. چیست این قلقله ها قلقل پیچ آقا؟ تازگی حاج بلال آمده از شهر حلب، حرفها میزند از فرقه مشروطه طلب. پس یقین آن سگ بیدین عملش قلابیست، ایها الناس بگیرید که ملعون بابیست. خبر تازه دگر چیست در این گوشه کنار؟ یارو امروز چه میگفت میان بازار؟ جان آقا سخن از نشر معارف میگفت، نقل مشروطه و از خرج مصارف میگفت. پس یقین آن سگ بیدین عملش قلابیست، ایها الناس بگیرید که ملعون بابیست. پسر کوچک دکتر زفرنگ آمده است، بلی آقا شده با علم و زرنگ آمده است. به چه شکل آمده برگو به من از راه وفا، خاک عالم به سرم ساج به سر چکمه به پا. پس یقین آن سگ بیدین عملش قلابیست، ایها الناس بگیرید که ملعون بابیست. کبل باقر به کف مشهدی حسین بقال، کاغذی بود که میخواند به صد استعجال. جان آقا چه بگویم که چه ها میدانند، روزنامه است تمام کسبه میخوانند. پس یقین آن سگ بیدین عملش قلابیست، ایها الناس بگیرید که ملعون بابیست. کبل باقر، علی آقا ولد ملا علی، تازگی آمده از لندن و پاریس، بلی. جان آقا چه بگویم سخن زیر جلی، تازه دیشب زفرنگ آمده با یک فکلی. پس یقین آن سگ بیدین عملش قلابیست، ایها الناس بگیرید که ملعون بابیست. حسن آقای معمم به سرش دستار است، یا که برداشته عمامه فرنگیوار است؟ جان آقا چه دهم شرح که حالش زار است، کلهش یک وجب و دریغش زنار است. پس یقین آن سگ بیدین عملش قلابیست، ایها الناس بگیرید که ملعون بابیست. جعفر آقا پسر حاجی تقی کارش چیست؟ میرود مدرسه و تازه و گفتارش چیست؟ جان آقا سخن از علم ریاضی دارد، شکوه بسیار ز آخوند و ز قاضی دارد. پس یقین آن سگ بیدین عملش قلابیست، ایها الناس بگیرید که ملعون بابیست. شیخ عطار چه میگفت با آمالله حسن، که حسن جست و معلق زد و بگسیخت رس؟ جان آقا به حسن شیخ فقیر محزون، گفت کو مجلس مشروطه و عدل و قانون. پس یقین آن سگ بیدین عملش قلابیست، ایها الناس بگیرید که ملعون بابیست. یارو از مسکو تفلیس چه سوغات آورد، جان آقا دو دوجین تلخی اوقات آورد. صحبتش چیست بهر مزیله و ویرانه، سخنش مدرسه و علم و قرایت خانه. پس یقین آن سگ بیدین عملش قلابیست، ایها الناس بگیرید که ملعون بابیست. گر نجس میشود از هیکل بابی حمام، چیست تکلیف من قحوه چیه پیر غلام؟ تو برو باده بخور از چه بود تشویشت، آخ آخ این چه کلامیست که تف بر ریشت. ای ملاین خفه شو کار تو هم قلابیست، ایها الناس بگیرید که این هم بابیست.